مردمان کولی که به عنوان یکی از اقوام باستانی و فرهنگی شناخته میشن، تاریخ و فرهنگ غنی دارن. ریشه‌های اونا به هند باز میگرده و اونا به تدریج به نقاط مختلف جهان مهاجرت کردند. این مهاجرت‌ها به دلایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انجام شده. مردمان کولی در قرن‌ها پیش از هند به سایر نقاط جهان مهاجرت کردند. برخی بر این باورند که اونا در ابتدا از شمال هند به سمت غرب حرکت کردند و به تدریج در اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا مستقر شدند. این مهاجرت‌ها به تدریج باعث شکل‌گیری جوامع مختلف کولی در نقاط مختلف جهان شد. فرهنگ کولی‌ها به دلیل غنای هنری و تنوع اونا شناخته شده. کولی‌ها معمولاً در زمینه‌های موسیقی، رقص و هنرهای نمایشی مهارت دارند. موسیقی کولی به ویژه در اروپا محبوبیت زیادی داره و تأثیرات اونا در سبک‌های مختلف موسیقی قابل مشاهده است. زبان کولی‌ها که به نام رومانی شناخته میشه، از زبان‌های هندی و زبان‌های دیگر تأثیر گرفته. این زبان به عنوان یک نماد هویت فرهنگی برای این مردم محسوب میشه و در میان نسل‌های مختلف حفظ شده. مردمان کولی دارای آداب و رسوم خاصی هستند که نشون دهنده تاریخ و فرهنگ غنی اوناست. مراسم‌های اونا معمولا شامل رقص، موسیقی و داستانگویی هستند و به حفظ هویت فرهنگی اونا کمک میکنه. مردمان کولی در بسیاری از کشورها با چالش‌های زیادی روبرو هستند. اونا اغلب با تبعیض و نابرابری اجتماعی مواجهن و این موضوع میتونه به کیفیت زندگی اونا تأثیر بذاره. بسیاری از کشورها هنوزم به طور کامل حقوق این اقلیت رو به رسمیت نمیشناسن. در برخی مناطق کولی‌ها به عنوان گروهی از افراد حاشیه‌نشین شناخته میشن. این موضوع میتونه به بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی در میان اونا منجر بشه. دسترسی محدود به خدمات اجتماعی و بهداشتی یکی از چالش‌های اصلی اوناست. با وجود چالش‌ها، مردمان کولی تونستن هویت و فرهنگ خودشونو حفظ کنن. این امر نشان دهنده قدرت و استقامت این گروهه که با وجود شرایط سخت همچنان به زندگی و فعالیت‌های فرهنگی خود ادامه میده. مردمان کولی به عنوان یکی از گروه‌های مهم فرهنگی در ادبیات و هنر شناخته میشه. بسیاری از نویسندگان و هنرمندان به الهام از فرهنگ و تاریخ اونا پرداختن و این موضوع به غنای فرهنگی جوامع مختلف افزوده شده. کولی‌ها معمولا روابط اجتماعی نزدیکی دارن و خانواده‌ها در اونا نقش مهمی ایفا کردن. این روابط میتونه به عنوان یک منبع حمایت اجتماعی عمل بکنه و به حفظ هویت فرهنگی کمک کنه. دسترسی محدود به آموزش یکی از مشکلات عمده‌ایه که مردمان کولی با آنها مواجه هستند. بسیاری از کودکان کولی به دلیل فقر و شرایط اجتماعی نامناسب از تحصیل باز موندن و این موضوع میتونه به تداوم چرخه فقر منجر بشه. مردمان کولی به دلیل مهاجرت به مناطق مختلف تنوع فرهنگی بالایی دارند. این تنوع میتونه به عنوان یک منبع غنی برای تبادل فرهنگی و اجتماعی عمل کنه و به همزیستی بهتر کمک کنه. مردمان کولی نه تنها در جوامع خود بلکه در سطح جهانی نیز تأثیرگذار بودند. اونا با فرهنگ و هنر خود به غنای جهانی افزوده و به تنوع فرهنگی دنیای مدرن کمک کردند. هویت فرهنگی کولی‌ها به شدت تحت تأثیر تاریخ و تجارب آنها قرار داره. این هویت به اونا کمک میکنه تا در برابر چالش‌ها مقاومت کنن و فرهنگ خودشونو حفظ کنن. مردمان کولی معمولا به خدمات بهداشتی دسترسی محدودی دارند که میتونه به بروز مشکلات بهداشتی جدی منجر بشه.
این مسئله نیازمند توجه و اقدامات مؤثره. زندگی روزمره مردمان کولی معمولا شامل فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعیه. اونا به طور کلی زندگی پرتحرکی دارن و به فعالیت‌های مختلف مشغول هستن. زنان کولی نقش مهمی در حفظ فرهنگ و هویت خانوادگی دارند. اونا معمولاً مسئولیت‌های زیادی رو بر عهده دارن و در آداب و رسوم به نسل‌های آینده نقش کلیدی ایفا کردن. موسیقی کولی به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی فرهنگ اونا شناخته میشه. این موسیقی شامل سازهای مختلف و سبک‌های متنوعیه که زیبایی تاریخ و فرهنگ این قوم رو به تصویر میکشه. رقص‌های کولی معمولاً با شادی و نشاط برگزار میشه و به عنوان یک وسیله برای ابراز احساسات و شادی در مراسم‌ها و جشن‌ها مورد استفاده قرار میگیره. داستانگویی یکی از هنرهای مهم در فرهنگ کولی هاست. این هنر به حفظ تاریخ و فرهنگ اونا کمک میکنه و نسل‌های آینده رو با میراث فرهنگی خود آشنا میسازه. مردمان کولی در زمینه‌های مختلف اقتصادی مشغول به کار هستند. برخی از اونا به مشاغل هنری و فرهنگی پرداخته و برخی دیگر در صنایع دستی و تجارت فعالیت میکنند. در بسیاری از کشورها مردمان کولی با چالش‌های سیاسی روبرو هستند. نیاز به حمایت و نمایندگی در سیاست میتونه به بهبود وضعیت اونا کمک کنه. همبستگی اجتماعی در میان مردمان کولی نقش مهمی ایفا میکنه. این همبستگی به اونا کمک میکنه تا در برابر چالش‌ها مقاومت کنن و یکدیگر را حمایت کنن. با ورود به دنیای مدرن، مردمان کولی با چالش‌های جدیدی روبرو هستند. این فرآیندها میتونه بر روی فرهنگ و هویت اونا تاثیرگذار باشه و نیاز به سازگاری و تغییر داره. مردمان کولی به عنوان یک گروه فرهنگی در سطح بین‌المللی شناخته میشن. این شناخت میتونه به افزایش آگاهی و احترام به فرهنگ اونا کمک کنه. مردمان کولی نیازمند حمایت در زمینه حقوق بشر هستند. مبارزه برای حقوق اونا میتونه به بهبود شرایط زندگی و اجتماعیشون منجر بشه. جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی یکی از راه‌های ابراز هویت و فرهنگ کولی هاست. این رویدادها فرصتی برای نمایش هنر و فرهنگ اونا به جامعه بزرگتر فراهم میکنه. جهانی‌سازی میتونه به ایجاد فرصت‌های جدید برای مردمان کولی کمک بکنه، اما در عین حال میتونه تهدیدی برای فرهنگ و هویت اونا باشه. آینده مردمان کولی به توانایی اونا در حفظ فرهنگ و هویت خود بستگی داره. با توجه به چالش‌ها و فرصت‌ها، اونا باید به سازگاری و پیشرفت ادامه بدن. مردمان کولی با تاریخ غنی و فرهنگی خاص خود، نمایانگر تنوع و پویایی زندگی انسانی هستند. احترام به تاریخ و فرهنگ اونا میتونه به ایجاد جامعه‌ای همزیست و متنوع‌تر کمک بکنه. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایکش کن و اگه به کانال‌های تاریخی علاقه‌مندی حتما کانال رو سابسکرایب کن.